خب نفر با نام رافلوویچ یک سوال داده است. سلام علیکم. درباره شهید محمد مرسی اندیشه‌تان را میخواهم فهمم که برای چی پرزیدنتی تازه انتخاب را پس پنجره کردند و این سیسی از کجا پیدا شد؟ دوست گرامی، اگر اندیشه مرا درباره شهید محمد مرسی فهمیدن بخواهید، من شهید محمد مرسی را یک انسان بسیار وارسته، آزاداندیش، یک انسان بسیار صالح و سزاوار میدونم که از طرف مردم مصر، مردم نزدیک 80 میلیون اهالی مصر انتخاب شد در یک انتخابات دموکراتیک که حتی رقیبانش هم اعتراف داشتن که انتخابات آزاد و شفاف بود و پرزیدنت انتخاب شد با نمایندگی از اخوان المسلمین، قوی ترین حرکت سیاسی مصر. ولی بعد از یک سال نسبت او خیانت شد، تبدلات شد و وزیر دفاعی که خودش تعیین کرده بود عبدالفتاح سیسی نسبت او با کمک بعضی از کشورهای خارجه از آن جمله کشورهای شیخ نشین خلیج فارس با پول زیاد، با پشتیبانی بسیاری از کشورهای اروپایی و غربی و از آن جمله روسیه هم، یعنی تمام کشورهای منطقه با فکرم غیر از ترکیه و قطر و چند کشور دیگری افریقایی دیگر همگان یا ساکت ایستادن یا طرفداری کردن، پشتیبانی کردن که مرسی از قدرت دور کرده شود و زندانی شود. سبب در چی بود؟ آیا مرسی در این یک سال کسی را کشت، کسی را زندانی کرد، پول دولت را دزدید یا یگان خیانت کرد؟ نه. واقعا خود مردم مصر میگن که یکی از بهترین پرزیدنت ها بود، خیلی پرزیدنت عادی و مردمی، ولی او بعضی قاعده ها را ویران کرد، بعضی قاعده های نانوشته که در مصر طول هزار ساله ها ادامه داشت. مصر عادت کرده است که همیشه باید او را یک فرعون مدیریت کند. مصری ها، این طبیعت مصری ها هست، طول زمان یا اینکه یک فرعون تا اسلام آنها را مدیریت میکرد که خودش را تا درجه خدا رسانده بود. بعد از زمان اسلامی باز خلیفه و امیر و حتی مثلا مغول ها هم در اونجا حاکمیت کردند. یعنی هیچ وقت در اونجا یک دولت پیشرفته آزاد دموکراتی، یک حاکمیت مردمی وجود نداشت تا همین حسنی مبارک که حسنی مبارک هم رفتارش مثل یک فرعونی یک کمی معاصر بود. امروز هم سیسی باز همون کار رو تکرار کرده ایستاده است و نه مردم مصر به قدر این پرزیدنت مردمی رسید که سحر نماز بامدادش رو در مسجد محلش با مردم میخوان، در وقتی که مثلا وقتی برآمدن نزد مردم میشد بارها من دیدم که میکشید همون میگفت که من یگان چی ندارم، برنژلت ندارم، اخرانش رو میگفت که اجازه بدید من پیش مردم بروم. در تازه کردن کوچه ها با مردم شرکت میکرد. مشاورین و وزیرانش از مسیحی ها، از دموکرات ها، از دنیوی ها، از تمام قشرهای گوناگون جامعه ماند و رفتار یک پرزیدنت مردمی را کرد و میخواست نشان بدهد که عرب ها میتوانند در یک عالم دموکراتی و مردمی زندگی کنند. ولی این را بسیاری ها نمیخواستند. بسیاری ها نمیخواستند که مردم سالاری، آزادی، دموکرات یا حقوق بشر به جهان عرب و به جهان اسلام بیاید. بخصوص این حکومت های دیکتاتوری عربی که از پول نفت باید شدند و حکومت ها میراثی هست در خلیج فارس و کسانی دیگر در عالم غرب یا در جهان که میخواهند عرب ها را همیشه مردم کمبغل و کمبضاعت و عقب مانده ببینند که یک گروهش تروریست و اکستریمیست می شود، یک گروه دیگرش دیگر همون فقط مطیع است و این سرمایه و درآمدها و نفت و گاز و بایگری عالم اسلام را و بخصوص عرب ها را باید اینا استفاده برند. نفت باید که در اختیار آنها باشد. اگر یک پرزیدنت مردمی مثل مرسی باشد باید که جهان عرب دیگر شود، عرب ها دیگر سربلند باشند، مطیع نه غرب باشند نه شرق و مردم عرب، مردم مصر، مردم سعودی، مردم حالا تمام کشورهای عربی که 22 کشور عرب زبان هست، بیشتر از نزدیک 500 میلیون اهالی، اینا آزاد میشوند، اینا سربلند میشوند. امروز مظلوم ترین، عقب مانده ترین مردم عرب هست که حتی
اسرائیل که همگی چند میلیون اهالی دارد، یک مساحتش کم است، قدرت نظامی، قدرت مالیش از تمام جهان عرب بیشتر است. برای چی؟ برای آنکه در اونجا حکومت ها عوض میشوند، برای آنکه در اونجا مردمش قوی است، علم پیشرفت میکند. اگرچه برابری کشورهای عربی نفت و گاز ندارد، برای آنکه غرب کمکش میکند، در پشت اون ایستاده است، اما ابرقدرت ها در دنیا میخواهند که در جهان اسلام، بخصوص در جهان عرب، همیشه حاکمان مثل همین حاکمان امروزه باشند. سیسی، حسنی مبارک، این امیران و پادشاهان خلیج فارس، اینا همش متهمند. اینا میروند در نزد خواجگان همون کشورهای غربی پول را در اینجا نگاه میدارن، اونا معین میکنن که پول نرخ نفت و گاز چقدر باشد و اینا باید چیکار کنن. هیچ کس نمیخواهد در این شب و روز که یک کشور عرب زبان، کشور آزاد باشد، پیشرفته باشد، پرزیدنت مستقل باشد. گناه مرسی هم برادر عزیز همین بود، دیگر یگان گناه و کمبودی نداشت. من این را نه به خاطر آن میگویم که خب حالا محمد مرسی شهید یکی از کسانی بود که از لحاظ فکری با ما نزدیک بود. برای من در مصر بودم، در وقت ایناگوراسیا یا مراسم قسمیاتکنی در مصر بودم و یعنی با خیلی از دوستان زیاد داشتم در حاکمیت اون روزه مصر که حالا یا زندانیان یا در هجرتن یا کشته شدن. من به این خاطر نمیگم، به اون خاطر میگم که عرب ها رو میشناسم، در کشورهای عربی تحصیل کردم، با اونها ارتباط زیاد داشتم و هنوزم دارم. یعنی بسیاری ها منفعتدار هستند که در جهان عرب یک نفر مثل مرسی، یک نفر دموکرات نآید و عرب ها آزاد نشوند، عرب ها پیشرفته نشوند. عرب ها همیشه باید همین خیال ضعیف، کم بضاعت و مطیع ابرقدرت های امروزه باقی بمانند. و این برای ما عبرت است. یعنی تاریخ محمد مرسی، تاریخ مصر و این انقلاب ها برای ما عبرت است که ما باید عبرت بگیریم و اجازه ندهیم که از سادگی و صمیمیت مسلمان ها و دیندار ها و حزب و حرکت های اسلامی استفاده برند و نفر مثل سیسی که در وقت وزیر دفاعش تعیین کردن، دستا پیش بر یکی از چاپلوسان و تملقکارای محمد مرسی همین بود که همه مسخرهش میکردن. حتی محمد مرسی بارها گفته بود که این کارها را نکن، یعنی خودت وزیر هست. یعنی میخواست پیش از همه اذان میگفت، وقتی نماز میشد در وقت پرزیدنتی مرسی اذانگویش همین عبدالفتاح سیسی بود. شما چند ویدیو از در یوتیوب یک بار بینید، در پیش محمد مرسی چه میستد مثل یک شاگرد در پیش استاد. اما وقتی که پولش وعده کردن و پشتیبانی وعدهش کردند و گفتن که خودت او را زندانی کن، خب این کار را کرد، این خیانت را کرد و امروز ده ها هزار مصری را پس پنجره برد. وضع مصر از پیشینه‌اش چند برابر بدتر شده است. شما پرسید از کسانی که در مصر زندگی میکنند، یک جنیه مصری قربش در برابر دلار چقدر به کجا رسیده است، نرخ‌ها چقدر گران شدن. اما دیگر وقتی که پیش روی مردم را گرفتن، سرکوب کردن، مردم دیگر از اون زمان، در زمان محمد مرسی مردم آزاد بود، هر روز میتینگ میکردن ضد محمد مرسی، یگان نفر را زندانی نکرد. اما از زمان عبدالفتاح سیسی ببینید که چند نفر زندانی کرد، چند مرتبه مردم میتینگ کردن و اعتراض کردن. یعنی حتی همون حزب و حرکت‌های سلفی هم که هر روز علیه محمد مرسی تظاهرات میکردن، زیر و کار میکردن، از پارلمان بیرونشون کردن، از وزارت ها بیرونشون کردن، جرأت ندارن که علیه عبدالفتاح سیسی اعتراض کنن، در صورتی که در زمان محمد مرسی در پارلمان بودن، وزیر داشتن و خیلی قدرت داشتن در اونجا. یعنی ما باید به این نتیجه برسیم که در حکومت های آینده باید نفرانی مثل سیسی، فرصت طلب و خیانتکار باید که پیدا نشوند که وقتی که با آنها از بیرون پول داده می شود، وعده کرده می شود، دست به خیانت، دست به رأی جنایت علیه رأی مردم بزنند. همین است نظر من برادر عزیز نسبت محمد مرسی، نسبت حکومت او و نسبت سبب هایی که چرا او را زندانی کردند، پرزیدنت انتخاب شده از طرف مردم را و چرا به شهادت رساندند و چرا دنیا خاموش است. برای آنکه باز خلاصتا میگم هیچ کس نمیخواد از ابرقدرت ها که مسلمان ها و عرب ها
ба истиқлолият ва ба сарбаландию ба як пешрафт бирасанд. мутаассифона. худованд нигаҳбонтон бошад.